آخری روزا بالاخره بعد از 3 روز خودشم فرض خیلی فنی رو هم کرد و بعد یه قهوه درست کردیم رفتیم توی حیاط، صدای پرنده، آفتاب، این بعد گرمای قشنگه، ببین اصلا انقدر زیبا بود. به فرزین رو گفتم فرزین این لحظه برام نمیگرده و ما داریم تو کالیفرنیا زندگی میکنیم، توی این هوا، توی این زیبایی و هیچ وقت نفهمیدیم. همیشه دویدیم اون چای و قهوه‌مون هم گوشه مرغ تو خونه خوردیم، بعد شیشه ها رو دوجه‌داری کردیم، همیشه تو خونه نزر سرد و این که نه تو هیچ وقت صدای این پرنده رو شنیدی، نه تو هیچ وقت این هوا رو حس کردی رو پوسته. باور کن که باید تو لحظه زندگی کنی، به خاطر اینکه یه جایی میرسه این حرف تو خیلی دیر خیلی عاشق واقعا نیست. به من الان خب مثلا همین خونه که گرفتیم و اینا دقیقا صبح یه کافی درست میکنم. ببین یعنی تایم واقعا مجموعی که منیج میکنی تایمشو دیگه گذاشتم حتی یه رو یعنی آرایشم بکنم اینا یه رو یعنی مثلا از اون زودتر بلند میشم ولی اون یه رو خودمو مجبور میکنم بیام کافی رو بریزم لیوانم رو بردارم یه دور حیاط بزنم. به قول تو این صدای پرنده ها، حالا ما هم یه ذره گلومان کاشتیم یه ذره با این گلا حرف میزنم، یه ذره نگاهشون میکنم، میگم شما باید جون بگیریم فلان کنیم، ولی همون یه رو اصلا یه آرامش بهت میده. بعد میای یعنی خودم چیزی که من از صبح که یعنی ساعت‌ها البته پا میشم مثلا موبایلمو فقط یه چیز بکنم، نیوشا گاهی وقتا میره ببینم نیوشا مثلا تکسش داره ولی اصلا باز نمیکنم. موبایل که اصلا کناره قشنگ کارامو میکنم، نشان میگیرم اگه موامو بخوام سشوار بکشم اینا. قشنگ اون تایم یه رو به کافی باید بیام، یعنی گاهی وقتا مثلا دارم میدوامش میگه چی شد کافیش باید بیام اون کافی رو درست کنم و ببینم چقدر یعنی همونجور روحی خودم تاثیر همین که دارم از اینجایی که به قول تو کالیفرنیا ما بهش میگیم بهشته، تو خیابونا میری، چمنا، درختا، نمیدونم صدای پرنده تو حیاط خونه، واقعا من اینجایی واقعا من اینجایی. من اصلا به فرضه میگم یه موقعی رو یاد به فرضه میگم فرضه این یه خود شرایط چیز برد شد تو